میخوای الگوی شلوار رو یاد بگیری که بدون ایراد برای هر سایزی، اونم بدون پرو، بتونی 0 تا 100 رو راحت انجام بدی، این آموزش مال توه. همراه من باشی. امروز قراره براتون در مورد کشیدن جلوی شلوار به روش مولر توضیح بدم. اندازه هایی که نیاز داریم رو اینجا نوشتم: فاق کل، دوره باسن، دوره کمر، دوره ران، دوره زانو، دمپای شلوار و قد شلوار. میتونه ارتفاع کمر تا زانو هم توی اندازه گیری هامون اضافه بشه تا کشیدن برامون آسون تر باشه. شلوارمون رو با 1/4 دوره باسن میکشیم. توی کتاب صفحه 49 شروع شده، کتاب مولر به زبان آسان، صفحه 49، 1/4 دوره باسن به اضافه آزادی های مورد نظر. تصویر که باید آن بکشیم خطوط ممتد صفحه 52 هستش و براتون توضیح خواهم داد که چه شکلی بعد از در واقع خطوط ممتد این خطوط خط فاصله چین رو بکشیم. خب هر شلواری که میخواین شروع کنید به کشیدن، شما باید جنس پارچه، سلیقه مشتری و مدل شلوار رو جلوتر مشخص کرده باشین تا میزان آزادی که به 1/4 دوره باسن میدید در واقع نسبت به مدل و جنس و سلیقه مشتری اینجا لحاظ بشه. ما مشتریمون دوره باسنش 102 تقسیم بر 4 میکنیم، 25.5 به اضافه نیم میکنم من توی این مثالم و 25.5 رو از لبه کادرم اینجا علامت میزنم. همین رو میایین تا پایین به اندازه قد شلوار. قد شلوارمون 100. من از خطکش 1/2 دارم استفاده میکنم روی کاغذ A4 برای اینکه توی تصویر شماها بهتر ببینید. میدونید که شما باید از خطکش سانتیمتر کامل استفاده کنید. الگوتون رو با مداد باید بکشین و روی کاغذ الگو کشیده میشه. خب شاید الان برات سوال پیش بیاد که این نیم سانت رو چرا من انتخاب کردم. ببینید من وقتی که اینجا باسن رو تقسیم بر 4 شد 25 نیم به اضافه نیم کنم و با 26 در واقع این کادرم رو بکشم، در کل این شلوار در خط باسن 2 سانتیمتر آزادی خواهد داشت که این 2 سانتیمتر کاملا جذب خواهد بود و نیاز نیست که پارچمونم کیسانی داشته باشه، کاملا رسمی و جذب هستش. این کادرتون رو میکشین میایین تا پایین به اندازه قد شلوارتون. خط بعدی که باید کشیده بشه فاق کل تقسیم بر 2 فاق کل تقسیم بر 2 37.5 منهای 10 سانت ثابت برای شلوار فاق کوتاه. اینجا توضیح بدم خدمتتون که شلوار فاق کوتاه و فاق بلند بودن ربطی به جای بستن کمر شلوارمون نداره و اینکه از زیر شلوار به تنمون کاملا چسبیده، یعنی اینکه شلوار ما فاق کوتاه هست، میتونه توی گودترین جای بدن بسته بشه. این خط رانمون با این ابعاد کشیده میشه به اندازه 1/4 کادرتون از این خط میاین بیرون و همین اندازه رو
پایین شلوار این قسمت توی کادر بهتون نشون بدم. بله، اینجا پایین شلوار این قسمت رو هم علامت میزنیم. پس این اندازه و این اندازه با هم دیگه برابر هستند. نصف این فاصله رو باید پیدا کنیم. این خطوط رو به هم دیگه باید وصل بکنید. اگر که خطکش بلند ندارید، من از قصد از متر استفاده میکنم که بتونید آموزش بهتری داشته باشید. اگر که خطکش بلند ندارید، چون قد شلوارها سده، معمولا خطکش های سانتیمتری فلزی هم اگر داشته باشید 50 یا 60 سانتیه. ابتدا انتها رو با هم دیگه وصل کنید، وسطش رو علامت بزنید و با 2 تا خط، در واقع 2 بار اتصال خطکش، ما این خطمون رو میکشیم. این فاصله وسط این نقطه تا خط لبه کاغذتون رو اندازه بزنید. هر چقدر که هستش باید تا بالا مثل کشیدن خط راستا ادامه پیدا بکنه. این خط اتو شلوار ما هست. یک سوم این فاصله رو علامت میزنید و به صورت هلال فاق جلوتون رو میکشید. دقت کنید این خیلی مهمه، این قسمت که گود کشیده بشه، گردیشو کاملا ببرید داخل. میتونید از اشل هام استفاده کنید و انحناها رو با اشل بکشید، اما من با دست میکشم که ببینید که حتما نیازی به ابزار هم نیست، کاملا باید این قسمت گود کشیده بشه. خب تا اینجای کار خطوط ممتدمون هستش. این خطوط خط فاصله خط ما هستن که کار اصلیمون رو انجام میده و باعث میکشه که شلوارمون بدون پروف در بیاد. شما باید در ادامه خط ران، خط دمپا و خط زانوی این شلوار رو آموزش ببینید که چه شکلی چک بکنید. به غیر از در واقع اون 3 تا خط کمر رو هم ما باید برای اینکه میزان ساسونهاش مشخص بشه چک کنیم. دور کمر تقسیم بر 4 میشه 27 میل. 27 میل رو با عددی که اینجا الگومون کشیدیم مقایسه میکنیم. 53 میل میزان در واقع ساسونهای ما میشه. پس این میشه اندام ما، این میشه الگوی ما. 1/4 دور باسن به اضافه آزادی که دادیم. 53 میل با هم دیگه فاصله دارن. شما میتونید 2 سانتش رو از پهلو بیاین جلو، 8 سانت فاصله بدین و مابقیش رو اینجا ساسون بکشید. ساسون پهلو حتما انحنا باید داشته باشه و قبل از خط باسن صفر بشه. اینجا خط رانه، اینجا خط کمر شلوارمون هست. پس این وسط میشه خط باسن بزرگ. پهلو باید انحناش قبل از خط باسن صفر بشه. برای کشیدن ساسون جلو خطتون رو صاف 8 الی 10 سانت بکشین، قائمه کنید، بعد به علامت بعدیتون وصل کنید. توی آموزش های بعدی همراه من باشین چون قرار خط ران، خط دمپا و خط زانو رو آموزش ببینید.